سلام، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب من. خیلی خوشحالم که کنار شمام و امیدوارم که اینجا بتونیم با هم مطالب مفید و ارزنده و آموزش ببینیم. اگر شما جزو اون آدم‌هایی هستین تو زندگی که هدف مشخصی ندارن، هدف دارن اما خیلی بهش مطمئن نیستن، سردرگمن، گیجن و نمیدونن چه راهی درسته و غلط، این ویدیو مختص به شماست. بچه‌ها، هدف زندگی ما باید از زندگیمون بالاتر باشه. وقتی ما چیزی رو به عنوان هدف زندگی مشخص می‌کنیم، یعنی زندگی ما وسیله و ابزاریه برای اینکه به اون برسیم و بسیار با اهمیت برامون. پس باید چیزی باشه که وقتی به پایان زندگیمون رسیدیم بگیم آره این ارزششو داشت و به دستاوردهامون نگاه کنیم و لذت ببریم و حس نکنیم که دستمون خالیه. هدف زندگی ما باید جوری باشه که به خاطرش حاضر باشیم بمیریم. حالا اصلا هدفهای ما از کجا میان؟ هدفها وابسته به ارزش ها. ارزش چیزیه که ما از بد و تولد و تا به امروز که داریم زندگی میکنیم توی ذهن ما پر اهمیت و مهم جلوه داده میشن. مثلا من آدمی هستم که به همه احترام میذارم و در مقابل انتظار احترام از بقیه به خودم رو دارم. بنابراین احترام میتونه یکی از ارزش‌های زندگی من باشه. برات چند تا راهکار آماده کردم تا بتونی ارزش‌های خودت رو پیدا کنی. اولین کاری که باید بکنی اینه که بری تو اینترنت بگردی و لیستی از ارزش‌ها رو برای خودت آماده کنی. اگر مثلا 100 تا ارزش پیدا کردی، شروع کن به حذف کردن و اونها رو به 50 تا برسون. 50 تا رو بکن 25 تا، 25 تا رو برسون به 10 تا و 10 تا رو بین 3 تا 5 تا نگه دار. ممکنه این وسط خیلی سختت باشه که بعضی از ارزش ها رو حذف کنی. مثلا شاید من مجبور باشم که مهربانی رو حذف کنم، اما آیا این ارزش زندگی من نیست؟ آیا من آدم نامهربونیم؟ نه، اصلا اینطوری نیست، بلکه جز 5 ارزش اصلی زندگی من قرار میده. چند تا سوال میتونه توی پیدا کردن این ارزش ها بهت کمک کنه. اولین سوال اینه که برگرد به گذشته و ببین تو چه زمانهایی احساس رضایت کردی، احساس خوشبختی کردی، احساس غرور کردی. مثلا وقتی که خانوادت رو خوشحال کردی، یا وقتی رفتی روی صحنه و تندیس گرفتی یا به دیگران کمک کردی. این لحظه هایی که ارزش های تو بولد شدن و تو حالت خوب شده. و تو چه زمانهایی احساس کردی که غرورت شکسته، احساس کردی که دیگه زندگی ارزشش رو نداره، احساس بدبختی کردی. اونجا احتمالاً جاییه که ارزش‌های تو لگدمال شده. سوال بعدی اینه که دوست داری تو رو به چه نامی بشناسن؟ مثلا بگن که طرف خیلی آدم مهربونیه، اون آدم خیلی زیباییه، اون آدم خیلی به دیگران کمک میکنه. جواب این سوال هم میتونه بهت کمک. و سوال آخر این که چه چیزی در این زندگی برای تو خط قرمزه، غیر قابل مذاکره است؟ بی احترامی به خانوادت، فحش دادن، غیبت کردن، چی؟ این میتونه یکی از راههایی باشه که تو ارزش هات رو پیدا کنی. چطور ارزش هامون رو به هدف هامون تبدیل کنیم؟ به عنوان مثال یکی از ارزش های من احترامه. من اگر احترام خیلی برام مهمه، میتونم برم سمت کارهای مدیریت، یک مدیر برجسته بشم که کارمندهای زیر دستم به من احترام بذارن. یا اینکه من یکی از ارزش هام اینه که مهربانی کنم و مهربانی ببینم. شاید بهتر باشه که برم سمت کارهایی که با بچه ها در ارتباطه، چون اونجا خیلی خالصانه هم میتونم محبت کنم و هم میتونم محبت ببینم. چون باید برید ارزش هاتون رو ریز درش نگاه کنید و ببینید چطور و با چه هدفی میتونید این ارزش ها رو تو زندگیتون پررنگ کنید. بچه‌ها در نظر بگیرید اینطوری نیستش که من الان بشینم
توی 1 ساعت ارزش هام و هدف هامو همه رو پیدا کنم. نه، ارزش ها و هدف ها تدریجی پیدا میشن، چون ما نمیدونیم که هنوز واقعا چی میخوایم، مخصوصا اگر تا به امروز هیچ زمینه‌ای راجع به خودشناسی نداشته باشیم. و یه نکته‌ای هم که هست اینه که ما طی زمان با توجه به اینکه دیدمون متفاوت میشه، با توجه به اینکه مطالعه میکنیم، شخصیتمون رو بالاتر میبریم یا هر چیزی، میتونه ارزش ها و هدف هامون متفاوت باشه. هر چقدر دیدگاه ما نسبت به زندگی عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه، هدف‌ها و ارزش‌های ما والاترن. مثلا یه پسر بچه رو در نظر بگیر، کل آمال و آرزوهای اون اینه که یه ماشین شارژی بخره. اما اگر از تو بپرسن که تو دوست داری چی داشته باشی، شاید بگی من دلم میخواد یه خونه لوکس تو یک منطقه خوب شهر داشته باشم. شاید اون ماشین شارژی تو رو خوشحال کنه، ولی میدونی که در حد 1 ساعت، در حد 2 ساعت، اما اون چیزی که من واقعا بهش نیاز دارم اون خونه است. و این تفاوت به خاطر دیدگاه شماست. اون بچه فقط به فکر بازیشه، اما تو حالا به فکر یک زندگی هستی. این نکته به این معنی نیستش که اگر هدف تو، اگر ارزش تو پایین تره نسبت به خودت ناامید بشی. مثلا اگر تو صرفا میخوای یه مدرک دانشگاهی بگیری، اصلا قرار نیست اینجا قضاوت بشی. این نکته رو بهت گفتم که بدونی ما میتونیم به ارزش هامون عمیق‌تر نگاه کنیم، میتونیم با رشد کردن اونها رو عوض کنیم و هدفهای مهمتری برای خودمون تو زندگی انتخاب کنیم. وقتی که هدفت رو شناختی، اولین کاری که باید بکنی اینه که بری و اون رو به طور عمیق بشناسی. مثلا من میخوام یه بازیکن مطرح تو فوتبال بشم، باید برم چیکار کنم؟ برم ببینم که آدم‌هایی که قبل از من این مسیر رو رفتن چه کارهایی کردن. مثلا برنامه‌های 10 ساله‌شون چی بوده، هدف‌های 5 ساله، 1 ساله، 1 ماهه‌شون چی بوده، توی یه هفته چی کار میکردن، توی یه روز چه تمرین‌هایی انجام میدادن. باید تا میتونم نسبت به هدفم عمیق و عمیق‌تر بشم. هر چقدر ما تو هدفمون عمیق‌تر بشیم، این هدف درون ما نفوذ پیدا میکنه و هر چقدر نفوذ هدف درون ما بیشتر باشه، ما راحت تر میتونیم به اون برسیم. و نکته آخر که به نظرم از همه مهمتره اینه که ما باید در روز همه کارهامون رو، حتی ریزترین کارها رو، در راستای هدفمون قرار بدیم. مثلا من میخوام یه جراح موفق بشم، با این نیت میرم بخوابم، میگم من میخوابم که سرحال بشم و بتونم بهتر درس بخونم. من میخوام رضای خدا رو تو زندگیم داشته باشم، هدفم اینه که مسلمون واقعی بشم. من غذا میخورم تا انرژی داشته باشم و بتونم راحت تر به مردم خدمت کنم. بچه‌ها به نظرم این دیدگاه خیلی زندگی رو قشنگ‌تر میکنه. فکر کن حتی خوابیدنت، حتی غذا خوردنت، تفریح کردنت که شاید تا الان اصلا به چشمت نمی اومده، حالا هدفمند میشه، حالا لذت بخشتر میشه برات، چون هم داری از خوابیدن لذت میبری، هم میدونی این خواب به تو کمک میکنه که در مسیر هدفت پیش بری. و مهمتر از اون، ما نه تنها از خوابمون، از تفریحمون نمیگذریم، فقط با این نیت که اونها رو در راستای هدفمون قرار بدیم شناسنامه دارشون میکنیم و حالا حتی بیشتر از قبل ازش لذت میبریم. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. اگر سوالی داشتی میتونی از من بپرسی. امیدوارم که نکته‌هایی که گفتم به دردت بخوره. ویدیوی بعدی راجع به اینه که چطور برای هدفمون برنامه ریزی کنیم. پس حتما یادت باشه که اون رو هم ببینی. خدا نگهدارت.